سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید 10 ملاح امریکایی 9 مرد و یک زن را که روز سه‌شنبه در آبهای ساحلیش بازداشت نموده بود رها کرده است. به قول خبرگزاری‌های ایرانی 2 کشتی کوچک یا خود کاتری امریکایی از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسافه 2 کیلومتر از جزیره فارس در آبهای ساحلی ایران بازداشت شده بودند. گنرال علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صحبت با تلویزیون‌های محلی ایران در این باره توضیحات داد. تشخیص نهایی که ما دادیم یک عبور خصمانه یا برای اموری مثل جاسوسی و امثال هم نبود. اینها به لحاظ خرابی سیستم‌های ناوبریشون در این منطقه را گرفتن و اذعان دارن که نمیدانستن که در نزدیکی جزیره فارسی که یک جزیره ایرانی است قرار دارند. وزارت مدافعه آمریکا میگوید ارتباط با 2 کشتی خرد نظامی اثنای حرکت آنها از کویت به بحرین قطع شده بود و سببی از کار ماندن رابطه با کشتی ها معلوم نیست. از آغاز این قضیه وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریفی به کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری اطمینان داده بود که ملاحان آمریکایی را رها خواهند کرد. فعلا روابط ایالات متحده آمریکا و ایران دوره حساس را پشت سر می کنند، زیرا جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ایش را محدود کرد و به همین زودی ها تطبیق سازش ایران با 6 قدرت جهانی که ماه ایول سال گذشته حاصل شده بود شروع می شود.